بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. دلمون برای این دعا داره دیگه کم کم تنگ میشه. شاید آخرین ساعاتی است که خدا رو با یا رحمان و یا علامش قسم میدیم، مغفرت و رحمتش رو آرزو میکنیم. آخه کم کم غروب ماه خدا دیده میشود، صد حیف از این بساط که برچیده میشود. در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام خدا به مهمونای خوب ماه خدا، اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. الحمدلله که توفیق داریم باز هم تو این لحظات نورانی، تو ساعات و روزهای پایان این مهمانی با یاد خدا هم نشینه هم دیگه باشیم. الحمدلله رب العالمین. افتخار دارم در آخرین سه‌شنبه ماه مبارک خدمت سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی عزیز که از مشهد الرضا هم قدم به چشم ما میگذارن باشم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که به عنایات امام زمان ارواحنا فدا ما بهترین و عالی ترین شب‌های قدر رو پشت سر گذاشته باشیم و بهترین سرنوشت‌ها که در ظهور امام زمانمون ارواحنا فدا رقم میخوره و در سربازی ما در آستان نوران علی نور ولایت و امامتشون انشالله که محقق شده باشه و سال پیش رو سال رسیدن به آستان دولت کریمه مهدوی باشه برای همه ما انشالله. خیلی متشکریم از تشریف فرماییتون، قبول دعوت و قبول زحمت. ماه مبارک امسال حرفهای جدیدی از تقوا یاد گرفتیم و یادآوری خوبی شد از آیه 183 سوره مبارکه بقره. حاج آقای حیدری کاشانی برامون نتیجه این یک ماه تمرین بندگی رو فرمودن که خدای متعال فرمودن لعلکم تتقون، راجبش حرفای خوبی زدن. انشالله عمل کنیم، انشالله که در زندگیمون اثر گذار باشه. یه خلاصه ببینیم از هفته‌ای که گذشت. کلی مطلب یاد گرفتیم. انشالله اینها وبال ما نباشن، انشالله اینها همشون چراغ راه ما باشند و دستگیر ما باشند. یا علی بفرمایید. 3720 مسیر پیامکی مونه. ما پیام‌های شما رو خیلی دلگرم میشیم وقتی میبینیم میشنویم. تهیه کننده محترممون تک تک این پیام‌ها رو احسان میکنن به کارشناسای عزیزمون، به حقیر محبت میکنن میدن. حرف‌های شما رو که میبینیم و میشنویم، اگرچه زمان برنامه‌مون انقدری نیست که بتونیم همشون رو بخونیم، اما واقعا اگر سوالی هست، نکته‌ای هست، محور جدیدی پیشنهاد میشه، محضر کارشناسای عزیزمون عرض میکنیم و گاهی هم تو برنامه‌ها خود پیام‌ها رو هم میخونیم. 162 هم شماره تلفن روابط سازمان، میتونید نظرتون راجع به برنامه یاد خدا بفرمایید و در فضای مجازی هم حتما صفحه خودتون یاد خدا رو دنبال کنید. ادساین یاد خدا آندرلاین QTV. یکی از خوبی‌های بحث‌های آقای حیدری کاشانی این هست که بحث رو ملموس میکنن، تمثیلیش میکنن، مثال به روزش رو برای ما هدیه میارن و یک دو جلسه گذشته خیلی سر سفره شهدا نشستیم و خواسته شهید صیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی خیلی محور بودن، چرا که مثالهای عینی و عملیاتی اهل تقوا بودن برای ما. مثالهای از روزگار خودمون، از جنس همین روزهای سخت معیشتی، مثالی از همین روزهایی که شاید خیلی ها میگن که آقا این حرفا مال 1400 سال پیش بوده، اما نه، شهدای ما ثابت کردن میشه سبک زندگیمون بر محور تقوا باشه و آثار و برکاتش رو و ویژگی ها و شاخصه هاش رو برامون بیان کردن. آقا دوست داریم بیشتر از آثار و برکات تقوا یاد بگیریم از حضورتون. ببینید، در یک نگاه کلان گویا که ما اصلا آفریده شدیم و به دنیا آورده شدیم برای طی کردن مسیر تقوا ولا غیر. یعنی کسی که اهل تقوا بشه، خداوند با تمام وجود میاد به میدان او، کارگردانی زندگی و بندگی او رو عهده‌دار میشه. زندگی او نه فقط در این زندگی چند روزه فانی دنیا، بلکه در افق ابدیت، در افق بی‌نهایت، در افق خالدین فیها ابدا. ابدیت رو خیلی باید روش فکر بکنیم، خلود و جاودانگی رو
مثلا میتونیم بگیم ابدیت رو خالدین فیها ابدا، مثلا میلیون ساله، میلیون ساله، میلیارد ساله، تریلیارد ساله، مثلا 1000 تریلی عدد کم میاره. عددی نسبت به بی‌نهایت نمیتونیم محدودش کنیم. مثلا معادله ریاضی دیگه میگه هر عددی نسبت به بی‌نهایت صفره، چون نهایت نداره. نفخت فیه من روحی، از روح مرگ ناپذیر خدا در ما دمیده شده. تا خدا خدایی میکنه قرار است ما زنده باشیم و زندگی بکنیم. به بلندای عمر خدا قرار است ما باشیم. خب گویا اصلا آورده شدیم به دنیا، به تعبیر آیت الله العظمی بهجت، ما نیامده ایم به دنیا که به هر قیمتی زندگی کنیم، آمده ایم که با بندگی قیمتی پیدا کنیم. آمده ایم که با بندگی قیمتی پیدا بکنیم. در اون درجات ابدیمون در بهشت الهی هم ما اینجا نیاز به بندگی داریم، نیاز به تقوا داریم، نیاز به ستیزه با غیر خدا داریم، نیاز به ستیزه با شیطان داریم، نیاز به ستیزه با هواهای نفسانی داریم، نیاز به ستیزه با جاذبه های دنیایی که ما را از خدا جدا میکنه، نیاز به ستیزه با قدرت های ضد خدایی و غیر خدایی داریم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوی. بهش مأوا و محل استقرار چه کسانی، جایگاه و مأوای چه کسانی خواهد بود؟ من خاف مقام ربه، مقام ربش رو پروا داشته باشه، حیا داشته باشه، ترس و هراس داشته باشه، لحاظ بکنه. نهى النفس عن الهوى، این نفسش رو از آنچه که میخواد باز بداره، دل بخواهی عمل نکنه، خدا بخواهی عمل بکنه، خداخواهی عمل بکنه. اینجاست که ارزش خودسازی معلوم میشه، اصل ارزش اصلاح نفس، ارزش این که ما مواظب اخلاقمون باشیم. میگه بوعلی سینا یک دورانی خب تکبر و تفاخر علمی خیلی بالایی داشت در دوران جوانی، برای یکی از اساتید اخلاق عبور کردش که یک مجلس محفل متواضعانه اخلاقی داشتن. بعد میگه که نگاه کرد و با یک نگاه تفاخری میگه یک گردویی رو برداشت و انداخت جلوی اون استاد اخلاق، گفت که تو اول مساحت این گردو رو حساب کن ببینم که چقدر بهره علمی داری. چند مرد حلاج. میگه اون استاد اخلاق هم کتاب اخلاقی که دستش بود گذاشت داد دست بوعلی، گفت تو هم این کتاب رو مطالعه کن ببینم که برای اخلاقی شدن چند مرد حلاجی. بعد یه سوال کرد از بوعلی، گفتش که جناب بوعلی بگو ببینم ما به اخلاق نکو محتاج تریم یا به مساحت گردو؟ به اخلاق نکو یا به مساحت گردو؟ میگه همین رمز تحول اخلاقی و عرفانی بوعلی شد که گرایش‌های اخلاقی و عرفانی پیدا کرد و اون به هر حال فضل علمی بالایی که داشت. واقعا باید از خودمون بپرسیم ما تهذیب اخلاق خیلی مهمتر از حتی عمل، تهذیب قلب، تهذیب عقل، فکر و اندیشه، اینها همه رهاوردهای مهم مبارک رمضان لعلکم تتقون دیگه باید برسیم. ببینید این تأکیدی که اولیاء الله دارن، معلمان اخلاقی و مربیان آسمانی ما دارن، مقام معظم رهبری میفرمایند خودسازی فکری و اخلاقی و انقلاب درونی یک فریضه است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. 11 سوگند پر عظمت خداوند یاد میکنه در سوره شمس که بررسی کردیم در یکی دو جلسه، تا برسه به این رمز فلاح و سعادت رستگاری دنیا و آخرتتون تزکیه نفس و رمز هلاکت و فلاکت و بیچارگی هاتون اینه که این نفس رو رها بگذاری، هر کاری میخواد انجام بده. میفهم خودسازی فکری و اخلاقی، انقلاب درونی برای انسان یک فریضه است. این خودسازی همون ترمیم خاکریزها و سنگرهاست. یعنی اگر نهان ما محل ستیز بی امانه با شیطانه و شیطان در وجود هر کدام از ما 75 سپاه داره طبق حدیث جنود عقل و جهل و خداوند رحمان و امام زمان هم 75 سپاه داره، میفرماید که این خودسازی اینه که ما مداوم خاکریزها و سنگرها رو ترمیم بکنیم. اون جایی که نفوذ پذیره تو ماه رمضان نقاط ضعف رو به دست آوردیم، حالا ترمیمش کنیم، تقویتش کنیم، مراقب دلهایمان باشیم. هر کس در درجه اول باید مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه مرتبطان به خود باشد. بعد می‌فرمایم مهمترین قدم خودسازی این است که انسان به خود، به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند. یعنی منتقد خودمون باشیم، حرفه‌ای ترین منتقد خودمون باشیم. عیوب خود را به روشنی و دقت ببیند و سعی در برطرف کردن آنها داشته باشد.
به اخلاق خودمان برسیم. اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. ما به اخلاق نکو سزاوارتریم یا به مساحت گردو؟ و بعد حالا از همین دیدگاه که این رمز تحول عرفانی و اخلاقی جناب ابوعلی سینا شد، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالیمون و حتی نظام آموزشی حوزویمون رو ما به چالش بکشیم. جایگاه اخلاق، اخلاق نظری، اخلاق عملی، عرفان نظری، عرفان عملی، اخلاق قرآنی تا چه حدیه؟ به عنوان یه امر تشریفاتی بهش نگاه میکنیم تهذیب اخلاق رو که حالا اگر کسی موفق شد پس نوش جانش، یا نه امر مرگ و زندگی، صحبت مرگ و زندگی. قد افلح من زکا قد خاب من دسا، هلاک شد کسی که نفسش رو. و بعد ببینید چه آثاری، چه اسراری، چه خیرات و برکاتی برای تقوا. میفرماید اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا تا به فلاح و رستگاری، اتقوا الله لعلکم تهتدون، تقوا تا به هدایت برسید. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که اهل تقوا شد، اهل خودسازی شد، اهل اصلاح قلب و عقل و وجود و اعضا و جوارحش شد، یه چنین کسی براش یجعل له من امره یسرا، امرش رو آسان قرار میدیم، روان قرار میدیم، زندگی و بندگیش رو ما کارگردانی میکنیم آسان و روان پیش بره. اگر اینقدر در مضیقه ایم، در تنگناییم، باید بیایم روی مراتب تقوامون بازنگری داشته باشیم و بازنگاری بکنیم. کمیت تقوای ما یه جایی میلنگه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اهل تقوا بشی سرشار میشه از رزق و روزی های بیگمان الهی، مافوق تصورت، به فضلهی و رحمتهی. خدا از فضلش و رحمتش اهل تقوا رو روزی میرسونه، از جایی که به اندیشه احدی نرسه، از جایی که اصلا گمان نمیبری. بنبست نداره، بنبست زدایی میکنه تقوا. یجعل له مخرجا، راه گشایش، راه برون رفت از بنبست ها رو خداوند باز میکنه. اینها تمامش آثار و اسرار تقواست. یجعل لکم فرقانا، برای شما فرقان، راه تشخیص حق از باطل قرار میده. هیچ وقت در ورطه باطل وقتی که فتنه ها میاد، حق و باطل قاطی میشه، اهل تقوا حق رو گم نمیکنن، اهل حق رو گم نمیکنن، از راه قرآن و اطرت و اولیاء خدا جدا نمیشن، از راه امامان معصومشون، از راه امام زمان جدا نمیشن، چون فرقان دارن به واسطه تقوا. این حالا یک فهرستواری از آثار و خیرات و برکات تقوا بود که فرمودید در نگاهی داشته باشی. خیلی متشکرم حاج حیدری عزیز. آیات 40 و 41 سوره نازعات، درست عرض میکنم، خواهیم شنید و برمیگردیم محضر بینندگان خوبمون خواهیم بود. هنوز هم ثواب هر یک آیه ثواب ختم قرآنه تو این ساعات نورانی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید تقوای پرهیز، تقوای ستیز، تقوای گریز. یه قدری بیشتر از راهکارهای با تقوا شدن دوست داریم یاد بگیریم. این لعلکم تتقونی که خداوند میفرماید به عنوان هدف گذاری ماه مبارک رمضان که ما باید با تقوا بشیم، راهکارهای عملیاتیش میشه این 3 مرحله‌ای که شما فرمودین و خیلی در برنامه‌های گذشته ما این رو اشاره کرده بودیم که راهکارهای عملیاتی تقوا میشه تقوای پرهیز، تقوای گریز و تقوای ستیز. که شهید مطهری میفرماید که پرهیزگاری معنای دقیقی نیست برای تقوا، چون یک قسمتی از تقوا رو اشاره میکنه. ما در مرحله گریز، در مرحله ستیز هم این تقوا رو داریم، تقوای ستیز و تقوای گریز رو. شاید بخوایم در قالب یک مثال ملموس بشه، ملموستر بشه در این شرایط بحرانی ویروس کرونا، ما در ستیز با یک ویروس همهگیر و فراگیر، این ویروس حقیر و خطیر، 3 راهکار مبارزه داریم. یکی راهکار قرنطینه خانگیه. میتونید از خانه بیرون نیایید، در محیط آلوده قرار نگیرید، با افراد آلوده مرتبط نشید. این قرنطینه خانگی تقوای پرهیزه. پرهیز میکنی از این که در محیط گناه و در محیط آلوده و محیط اهل گناه وارد بشی. قرنطینه خانگی تقوای پرهیز. این ماسکی که الان حضرت عالی زدین و دستوره که استفاده بشه، همه استفاده بکنن، این در حقیقت تقوای پرهیزه، چون که یک حجابی رو ایجاد میکنه، یک مانعی رو، یک فاصله ای رو، حد فاصلی رو ایجاد میکنه برای انتقال این ویروس. این تقوای پرهیزه. راهکار دوم
اینه که معرفی میشه مثلا شهر شما وضعیتش قرمزه اما شهر مجاور وضعیتش سفیده. شما از شهری که وضعیتش قرمزه فرار میکنی به جایی که وضعیتش سفیده، این میشه تقوای گریز. از محیطی که آلودگیش بالاست میرید به محیطی که یه مقدار امن و امانه، خب میشه تقوای گریز. راهکار سوم که الان تمام جهان دنبالشن این که تمام مردم جهان واکسینه بشن، مسئولیت پیدا بکنن در مقابل این بیماری که میگه در اپیدمی های عمومی همه میگیرن، این ویروس وارد بدن همه مردم جهان میشه، اما مهم اینه که قدرت ستیز داشته باشه از درون این بدن، بستیزه با این و این ویروس رو مقهور بکنه. این میشه تقوای ستیز. واکسن بزنید دارم میگن تا شما بتونید مسئولیت پیدا بکنید. تقوای گریز، تقوای ستیز، تقوای پرهیز، اینها حالا 3 مرتبه است که پرهیز، گریز و ستیز. خب اینو ما در چهره شهدامون میبینیم، در سیره شهدامون این ایام در ماه مبارک رمضان از شهدای ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران یاد کردیم. اشاره به شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی داشتیم. ایشون واقعا زندگی او مصداق تقوای پرهیز، تقوای گریز، تقوای ستیز. میگه خانواده‌شون میگه برای جشن عروسی دعوت داشتیم و خیلی هم اصرار داشتن که ما بریم، حضورمون موضوعیت داشت، اما میگه ایشون بررسی کرد، گفت در این جلسه حتی در حضور ما جلسه معصیت خواهد بود، گناه انجام میشه، حدود الهی زیر پا گذاشته میشه، ما نمیریم جلسه رو، هرچی گفتیم بد میشه، چی میشه، حالا روابط فامیلی. گفتن رضایت خدا برای ما مهم. افغیر الله تتقون، شما غیر خدا رو لحاظ میکنی، پروا میکنی، حیا میکنی، از خدا پروا نمیکنی، حیا نمیکنی، خدا رو لحاظ میکردن. خب در اون تقوای این داستان هر چی گفته بشه کمه. مثلا یک بار اشاره کردیم در برنامه خیلی گذشته که دوست ایشون میگه که وقتی که رفتیم دانشگاه خلبانی آمریکا، هفته اول که رفتیم برای مباحثه، دیدم که یک پرده ای رو کشیده توی خوابگاه بین خودش و اون دانشجوی آمریکایی که هم خوابگاهی اوست. گفتم عباس چی کار کردی؟ گفت اون رو نگاه کن. یه نگاه کردم دیدم فضا آلوده است، تصاویر هنرپیشه‌های هالیوود، یک تلویزیونی که به هر حال صحنه‌های ناجوری رو پخش میکنه و بطری‌های مشروب، فضای گناه، فضای معصیت، فضای غیر خداست، غیر خدایی. میگه یک هفته با یه دوست آمریکایی من صحبت کردم، راه اینه چاه اینه نپذیرفت، گفتم یه پرده‌ای میکشیم، آلودگی اون طرف این طرف سرایت نکنه، حق نداری محیط من رو آلوده بکنی. خب میشه تقوای پرهیز، پرده‌ای که کشیده میشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آقا محیط رو نمیتونی عوض بکنی، چش خودت رو که میتونی کنترل بکنی. تقوای چشم، تقوای چشم. میگه گذشت و 2 ماهی گذشته بود، من رفتم دوباره برای مباحثه میخواستم برم و اینها، دیدم که روی بورد دانشگاه نوشته دانشجو عباس بابایی ساعت 2 شب با پای برهنه روی زمین چمن دانشگاه میدود از شیطان بگریزد. میگه خیلی تعجب کردم، پیش عباس کردم ماجرا چیه؟ گفت دیشب این دوست آمریکایی ما به هر حال از این مست کننده ها مصرف کرده بود و پای فیلم آلوده‌ای و موسیقی و تصاویر مبتذل حرامی ها یه مرتبه بلند شد و پرده رو پاره کرد و من رو چسبید و نشون پای این تلویزیون، گفت باید تو این تصاویر رو ببینی، تو همین تصاویر رو ببین. میگه من خودم رو از دستش نجات دادم، دیدم منتظر بمونم کفشمو بخوام بپوشم به من رسیده، فرار کردم، فاستبق الباب، فرار از محیط کنام به سبک یوسف صدیق. میگه گفتم خدایا آنقدر میدوم پای برهنه تا این از حال و هوش بره، محیط امن و امان بشه، من برگردم. رئیس دانشگاه داشت می آمد بیرون، از بیرون با ماشین خودش زد کنار، گفت شما این موقع ورزش میکنه؟ گفتم نه، ماجرا ورزش نیست، ماجرا یک آرمان دینی و عرفانیه که ما دستور داریم در محیط گناه نبونیم، از محیط گناه فرار بکنیم. میگه مسیحی معتقدی بود، رئیس دانشگاه گفته بود اسوه سازی بکنید برای دانشجویای دوره ویژه خلبانی که روی بورد دانشگاه اینو نوشته بود. میگه گذشت 2 ماه از دوره 2 سالمون باقی مونده بود، رفتم این دفعه دیدم فضا عوض شده، پرده نیست. یه مرتبه کمال تعجب دیدم که از اون تصاویر آلوده، از اون بطری‌های مشروب، از تلویزیون اصلا خبری نیست و کنار طاقچه این دانشجوی آمریکایی یک جلد قرآن نهج البلاغه است، صحیفه سجادی است. و عباس چیکار کردی؟
فرمود ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. از اسلم ربانی شد نفس تو ربانی. ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. اون استقامت ایمانی و تقوایی ما لعلکم تتقون، هر بچه مسلمونی، هر بچه شیعه‌ای توی ماه رمضان به چنان صلابت تقوایی و استقامت تقوایی باید برسه که تمام شیاطین پیرامونی خودش رو به تسلیم در مقابل خدا واداره، قلب او رو متحول بکنه. 2 سال استقامت ایمانی و تقوایی شهید عباس بابایی، اون دانشجوی لاابالی آمریکایی که اتفاقاً میخواست ایمان عباس رو شکار بکنه، قاعده برعکس شد. او اومد به راه خدا و امام زمان و عباس رو شکار کرد. و انشاءالله که شکار جذبه های ویژه الهی بشیم در این ساعت های باقی مانده از ماه مبارک رمضان انشاءالله. ما 2-3 دقیقه زمان داریم آقا، میخوایم پایان ماه مبارک هم هست، این 2-3 دقیقه رو به حسن ختام فرمایشات شما بپردازیم. اگر اشتباه نمی‌کنم آقای حسین زاده از ما همین 2-3 دقیقه زمان داریم برای حفظ اتفاقاتی که افتاده، هم میشه صحبت کنیم هم نه. میتونیم این نکته رو بگیم که توی 1-2 روز باقی مونده چی بخوایم و احیانا اگر چیزایی رو حواسمون نبوده چه شکلی جبران کنیم. ببینید این دعایی که به ما یاد دادن که بعد از هر نماز واجب در ماه مبارک رمضان بخواهید، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، تا میرسه به اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. این از دیدگاه عرفا و اولیا یک دعایی است در تمنای دولت کریمه مهدوی. این دعا رو با این نگاه بخواهیم. این که به دل اهل قبور سرور وارد میشه، روایت داریم با ظهور امام زمان آنقدر مغفرت و برکت و بخشش الهی برای اهل قبور میباره، اینها همه اهل قبور هم مسرور میشن، به بهجت قلبی میرسن. اللهم اغن کل فقیر، تمام فقر کلن از عالم برچیده میشه در زمان ظهور امام زمانه. یعنی میگیم خدایا تعجیل کن در دولت کریمه مهدوی، که میگه اصلا فقیر پیدا نمیشه، طرف میخواد صدقه بده به ثواب برسه در به در میگرده پیدا نمیکنه. میگه همینطوری مال و ثروت و پول رو میذارن روی طبقه ها، میارن توی کوچه پس کوچه ها، میگن یه کسی بیاد از این برداره. چنان به غنای روحی میرسونه بشر رو، به غنای نفسانی و عرفانی میرسونه و از اون طرف هم وفور نعمت ها، شکوفایی برکات زمین و آسمان، سرشاری، که دیگه فقیری پیدا نمیشه، مریضی ها برداشته میشه، مریضی پیدا نمیشه. این که میگه اصل کل فاسد، تمام فسادهای عالم اصلاح میشه در زمان ظهور. غیر سوء حالنا به حسن حالک، احسن الاحوال ماست زمان ظهور امام زمان ماست. در این ساعت باقی مانده، این و روزهای باقی مانده، این دعا رو با دید تمنای فرج و ظهور امام زمان و برپایی دولت کریمه مهدوی انشاءالله از خدا بخواهیم. انشاءالله. نگاه قشنگی بود به دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، که همه این اتفاقات وقتی میفته که آقا جانمون تشریف فرما بشن. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما